مسابقات سنوکر با اشتراک 40 بازیکن به مناسبت 24 اسد سال روز پیروزی امارت اسلامی افغانستان در شهر مزار شریف برگزار شده بود پایان یافت. رئیس فدراسیون سنوکر و بیلیارد ولایت بلخ میگوید که این مسابقات به مناسبت 24 اسد سال روز پیروزی امارت اسلامی افغانستان با اشتراک 40 بازیکن در شهر مزار شریف راه اندازی شده بود و هدف از برگزاری آن رشد و توسعه ورزش سنوکر و ایجاد زمینه برای رقابت سالم میان ورزشکاران عنوان شده است. با مناسبت پنجمین سال روز استرداد استقلال کشور امارت اسلامی افغانستان برگزار شده بود و مدت 5 ماه در بر گرفت. 40 بازیکن اشتراک کرده بود که امروز خوشبختانه فاینال و دور نهایی مسابقات شاهدش بودیم که احمد فهیم عزیزی مقام اول قهرمان و محمد بشیر شاهی نایب قهرمان مقام دوم از آن خود کردند. به علاوه از او مسابقات مناسبتی هم داریم که یکی از او مسابقاتی که به مناسبت 24 اسد برگزار شده بود. در همین حال بازیکنانی که در این مسابقات شرکت کردند از برگزاری این رقابت‌ها ابراز خرسندی کرده و خواستار تداوم برگزاری چنین مسابقات در آینده شدند. ما و فهیم جان عزیزی فاینال آمدیم بخیر. خوب بازی کردن الحمدلله. بسیار بچه‌ها چی کردن، خوب اشتراک گرفتن، خوب گیم زدن الحمدلله. این رقم باید هر ماه دیگه یک دفعه اینطور برگزار بگردد. تورنمنت بسیار خوب میشه. این مسابقات به مناسبت 24 اسد برگزار شده. دیگه ما خیلی خوشحال میشیم تورنمنت ها برگزار شده، برای رشد جوانان خیلی مفید و فایده داره. در همین حال تماشاگران این مسابقات از برگزاری چنین رقابت‌های استقبال کرده و میگوید که راه اندازی این گونه مسابقات زمینه رشد ورزش سنوکر و تشویق جوانان به ورزش را فراهم میکند. این مسابقات در کل ظرفیت‌های پنهان بازیکن‌هایی که او ناشناخته است نمایان میکنه و هم یک تمرین است به خاطر همون تبادل تجربیات، افزایش تجربیات، آشنایی با قوانین جدید. در کل این میتونه بازیکن‌ها را روز به روز آماده تر از سابق بسازه و چیزهای زیادتری را به اندوخته‌های قبلیشان اضافه کنه که او انشالله بیشتر و بهتر از قبل هم ظاهر شوند و هم بتونن پیش برن. و خیلی خوشحال شدم که همچون جوانا در ورزش سنوکر رو آورده، از دیگه فسق و فساد جلوگیری میشه. و یک تشکر دیگه میکنم که از مجاهدین که کلاب های سنوکر بسیار یک اوج و حسنش خوب پیش برده. جوانا بسیار رشد خوب کرده در سنوکر. در پایان این مسابقات برای برندگان جام‌های قهرمانی، تقدیرنامه‌ها و جوایز نقدی و جنسی از سوی رئیس تربیت بدنی و مسئولان فدراسیون سنوکر و بیلیارد ولایت بلخ توزیع شد.